ابزار دسترسی به وبسایت IUSD به راحتی منابع مفید دسترسی بهتر را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما آیکون ابزار را در گوشه پایین سمت راست هر صفحه وبسایت منطقه و مدرسه پیدا خواهید کرد، چه در حال مرور با دسکتاپ باشید و چه با دستگاه موبایل. این ابزار دسترسی به وبسایت ویژگی‌های دسترسی آسان را برای بهبود تجربه جستجوی شما ارائه می‌دهد. می توانید نمایشگر را با گزینه‌های مانند افزایش کانترست، متن بزرگ شده و سازگاری با صفحه‌خوان اختصاصی کنید. علاوه بر این ابزار پروفایل‌های دسترسی برای نیازهای مختلف از جمله اختلالات شناختی و اختلالات بینایی ارائه می‌دهد. حتی گزینه‌ای برای تغییر زبان در سراسر تارنما وجود دارد. برای تغییر زبان تارنما، گزینه زبان را از منو انتخاب کنید. از آنجا زبان دلخواه خود را انتخاب کنید و تارنما بر این اساس بروزرسانی می‌شود. یکی از ویژگی‌های کلیدی صفحه‌خوان است که برای بسیاری از کاربران مفید است و متن روی صفحه را با صدای بلند می‌خواند. این ویژگی کار خواندن را برای کسانی که دارای اختلالات بینایی هستند یا کسی که در حال حرکت است و ترجیح می‌دهد به جای خواندن پوش کند آسان‌تر می‌کند. بخش خدمات بهداشتی IUSD مایل است موارد مهمی را که باید در ابتدای سال تحصیلی تکمیل شوند به خانواده‌ها یادآوری کنند. در مرورگر تارنما از کلیدهای جهت‌نمای چپ یا راست برای پیمایش صفحه‌خوان استفاده کنید. امروز ابزار را در iusd.org بررسی کنید. برای سوالات یا پشتیبانی بیشتر، لطفاً به helpdesk در iusd.org ایمیل بزنید.